در شهر کیف گروه ملتگرای سکتری راست در نزد اداره ریاست جمهوری اوکراین اعتراض تشکیل کرد. جمع آمدگان میگویند ارتش در گرد و اطراف بتالیون داوطلبانه آنها واقع در شرق این کشور پاسگاه ها بنیاد نموده است، ولی حکومت این ادعا را رد می کند. کوشش های تنظیم ارتش حرفه‌ای تر از جانب حکومت اوکراین بعض گروه های نیمه نظامی را که با جدایی خواهان رو به روسیه در نبرد هستند به غضب آورده است. در شرق بوسنیا مراسم دفن یک افسر پلیس که یک روز پیش از دست جنگجوی احتمالاً اسلامی کشته شد دایر گشت. دراگان جوریچ 48 ساله همچون افسر با شرف پلیس به خاک سپرده شد. هنگام حمله بالای پایگاه پلیس در شهر زوارنیک جمهوری سربی بوسنیا همچنان دو افسر دیگر مجروح شدند. مسئول حمله با تیر جوابی به قتل رسید. دو فرد دیگر با اتهام تندگرایی اسلامی بازداشت شدند. در دهه اورزک شرق قزاقستان ساکنان تخمیناً 200 منزل زیر آب مانده به جای امن انتقال داده شدند. همچنان مردم زیاد این منطقه مکان دائمی زیستشان را ترک نمودند، زیرا سطح آب رود نوره بالا رفته امکان دارد که سربند محلی را از بین برد. سر از ماه مارت آبشوی برف و یخ باعث آبخیزی ها در قزاقستان گردیده است. در پیشور پاکستان مقامات توزیع کمک ها به مردم آفت زده را شروع نمودند. طوفان 26 اپریل در این منطقه 46 نفر را به هلاکت رسانده بود. مقامات به ساکنانی که از طوفان و آبخیزی زیان دیده اند غذا و آب فراهم آورد. پاککاری منطقه و رفع خسارات هنوز هم خاتمه نیافته است.